حالا نظرالله لطیف در خط ویدیو با ما از دوشنبه قرار دارند. جایزه مبارک شود. بگوید برای شما گرفتن چنین یک مکافات چه معنا دارد؟ تشکر خیرامان. این جایزه محصول کاری 45 ساله بنده به شمار می رود و هم در زمان شوروی و هم در زمان استقلال تاجیکستان و خیلی خوشنودم که به عنوان فخری نایل گشتم و این قدردانی مرا وادار میکند که باز هم بهتر و خوبتر برای وطن، برای ساحه‌ای که در آن من فعالیت دارم کمر بندم. از کدام کاری خود در تمام همین مدت احساس قناعتمندی، عمیق خوشحالی از حد بیش داشته اید که هیچگاه از خاطرتان نمی رود؟ البته من همیشه سالهای شوروی رو به خاطر می‌آورم. اون سالهایی که در ورزشگاه مرکزی دسته آوازه‌دار پامیر دوشنبه با باشگاه‌های خیلی مشهوری سابق اتحاد شوروی بازی می‌کرد و همیشه گزارش‌های ما چی توسط تلویزیون و چی توسط رادیو زنده پخش می‌شد. اینچنین در خاطر من بازی‌های المپی شهر مسکو سال 1980 و بازی‌های المپیک سال 2008 در پکین برگزار شدند ابدی باقی میماند. بعضی منقدان میگویند که ژورنالیستیک ساحه ورزش هم از سنزور خالی نیست، به خصوص وقتی به ورزش شخصیت‌های پیشتاز جمعیت هم شامل هستند. آیا شما در تجربه کاری خود احساس کرده اید که از نظر پوشش کدام خبر مشکلی میکشید یا این خبر را به قول با دلیل‌های به اصطلاح سیاسی پخش کردن نمیتوانید؟ در تجربه کاری من چنین مشکلات پیش نیامده است و کوشش میکنم که خبر را صرف نظر از آن که به ساحه بخصوص در ساحه ورزش در تشکیلات های ورزشی و در فدراسیون ها کیها رو برای میکنند ما خبری پخش میکنیم که آن به شنونده، به تماشابین و یا به خواننده میرسد و خبر را ما کوشش میکنیم که به طرز عادلانه پخش نماییم و در این کار مشکلی احساس نمیشد و چنان که خوانندگان یا شنوندگان و یا تماشابینان در خاطر دارند پس از بازی های المپیکی در لندن برگزار شد ما طلب کرده بودیم که چندین نفر باید که از کار خود استعفا بدهند. تشکر. شارح ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف با ما بود.